ایدی قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوست را تبریک نمودن سنت پیغمبر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام و دوستان مهربانم، همه شما را با فرارسی عید قربان تبریک و تهنیت باد گفته به شما عمر دراز، تنسیتی، خانه آبادی، سربلندی و در خاندان هر یک و یک شما فیض و برکت را خواهان هستم. پیزار خداوند در دل چه آرزوهای نیک داشته باشید و آرزوهایتان برساند و این دولت تاجیکستان ما را از هر درد و هر بلا و هر مصیبت و هر آفت های زمین و آسمانی در پناه خودش نگه بدارد. پدران و مادرمان را، برادران و خواهرانمان را و عیناً جناب عالی که برای پیشبرد دولت، برای آبادی کشور، برای آبادی تاجیکستان سعی و کوشش دارند، خداوند این جناب عالی را هم، یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را هم در پناهش نگه بدارد و دشمنانش را نیست و نابود کند و دوستانی که در حقش دعا میکند هزار عمر دراز، تنسیت و سلامت بمانند.